ترین بستنی دنیا رو خریدم. 2,500,000 تومان. بعد این یه دونه توشه؟ یه دونه توشه. عربی روش نوشته آیسی فرو، مثل آنباکس اپل میمونه. من گفت هیچ. ببخشید. کارت راهنمایی خوردن داره بکنم. یه کارت داره که آموزش خوردنش روشه. یه دونه قاشق توش داره. چه قاشق با کیفیتی. و یه دونه بستنی. دقیقاً این آووکادو نصف شده است. همین. یه سورپرایز دیگه هم داره. اینجوری از این جاها گذاشتن. این بیرونی ظرفشه. کاش یه آووکادوی کامل بود حداقل. این ابعاد بستنی 2,500,000 میارزه. حالا سورپرایز. اون قاشقو بده. سورپرایزش اینه. اینا چیه؟ اینا قرار بود سس شکلات باشه. یه تیکه شکلاتش افتاد. بذار برم اون 450,000 تومان شکلات رو پیدا کردم. سسش یخی شده. خدایا خواهش میکنم حداقل مزهش 2,500,000 بیارزه. تو خدا لایک کنی. بسم الله. جرقه‌ای بود. خود بستهش قشنگ مزه آووکادو میده. خوردنی نیست، ظرفه. مگر اینکه این واقعا تو بستنش از آووکادو استفاده شده واقعا باشه چون آووکادو گرونه. فکتی که هست اینه که آووکادو مزه نداره. تو میتونی بگی مزه آووکادو شیرینه یا شوره یا مزه خیار چنبل میده. نه واقعا بستنی خیلی خوشمزه ایه ولی نه 2,500 نه.